بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا محمد بزرگوار، بفرمایید. خسته نباشید، خدا قوت بده ایشالله. سلامت ایشالله باشید. که همیشه تنتون سالم باشه، با این برنامه‌های خوبتون ما بتونیم استفاده کنیم. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید. استاد خداوند در آیه 165 نسا می‌فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما پیغمبران را فرستادیم تا مژده رسان و بیم دهنده باشند و بعد از آمدن پیغمبران حجت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند و خدا چیره کار بجاست. این چیزی که خداوند میگه و ما میگیم که عطار هفت شهر اسم را پیمود، ما هنوز اندر خم پس کوچه آن کوچه اولی هستیم. آقای انصاری، حالا این دوستانی که زنگ زده بودن من میخوام بگم، حالا عذر میخوام من یه حرف میزنم. ما یه اصطلاحی داریم میگیم درک مهمه، مدرک مهم نیست. که من نوعی بیام بگم من مهندس فلانی ام، من دکتر فلانی ام، من آیت الله فلانی ام. آقا برای نفهمیدن کافی که آدم بخواد نفهمه و بعضیا من میخوام ازشون بپرسم که برای این نفهمیدن چرا گرفتن که نفهمن و واقعا به جنگ خدا رفتن تون سختی داره، اصلا شوخی نیست. شما نگاه کنید ببینید، مثلا میگم امروز روز میاد، الان این دوست ما حمید آقا که زنگ زده بود میگفت آقا شیعه های اون موقع اونا شیعه نبودن، نداداش من اونا هم شیعه بودن. امروز هم ما شیعه همون فکر نکن بهتر از اونن. این شما هم شیعه هایی که امروز، البته نه من به خوبا توهین نمی کنم و همون کسایی توهین کنم که مدعی هن. آخه میگن بنده خدا تو قضیه عاشورا بود، یه دفعه اومد یه ذره جو گرفتش، گفت آره من اگه زمان امام حسین بودم صحرای کربلا علم میکردم، بل میکردم، میرفتم دفاع میکردم، میکشتم، میکردم. شب در خواب میبینه که صحرای کربلاست، امام حسین میگه آقا نوبت توی تشریف بر تو میدون جنگ. میگه یا امام حسین قربونت برم من شوخی کردم، تو چرا جدی گرفتی؟ حالا صحبت سر اینه که ما باید به قول گفتنی مرد عمل باشیم نه مرد حرف. آیا امام حسین پیرو چی بود؟ خودش هم پیرو سنت پیغمبر بود و سلام. اینا کسانی بودن که به ما خواستن درس زندگی رو بدن. حالا ما امروز میان همه رو مقصر میکنیم الا اون کسی که مقصره. میگم بنده خدا خیلی عذر میخوام، من سرتون درد میارم. میگم بنده خدا خرش تو طبیله بود، خرد شب دزد اومد دزدید بود. آقا فردا روز مردم جمع شدن دیدن طرف آقای صاحب نشناختن چی شده، گفت هیچ خرم بولا. آقا هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت تقصیر خودتی که در طویله رو باز گذاشتی، یکی گفت دیوار کوتاه بوده خریده پریده بالا رفته، یکی گفت هر کی یه چیزی گفت آقا مثل این قضیه تنها کسی که مقصر نیست دزده است، همه مقصرن غیر از دزده هم مقصر نیست. حالا یه جوری شده های انصاری صحبت سر اینه که ما باید یه ذره این عقلامون رو به کار بندازیم، این عقل از این آکبندی در بیاریم. همه عقلامون رو بردیم گوشیم تو گاف صندوق درم قفل کردیم، میخوام کی استفاده کنیم معلوم نیست. آقا این عقلا رو بیاریم بیرون، این مغزا رو به کار بندازیم، یه ذره تجسس کنیم. آیا خداوند هدفش فرستادن این پیغمبرها چی بود؟ درست. آیا پیغمبرای ما همه اومدن فقط برای این که امروز روز ائمه به ما معرفی کنن که بگن علی کی بود، امام حسین کی بود؟ حضرت پیغمبر ما به خدا آیا انصاری من عذر میخوام، من واقعا یه موقعی پیش خودم فکر میکنم میگم بود در مشرکین و مکه گرم، اونا باز اقلا به این چیز اعتقاد داشتن سفت و محکم و وقتی هم پیغمبر اومد براشون آیه آورد پذیرفتن. حالا امروز روز ما 100 تا آیه میاری هیچ کس نمیپذیره، میگن آقا آیه رو ولش کن، خدا هرچی گفته واسه خودش گفته. ما تو یه خط دیگه هستیم، یعنی واقعا با خدا هم نعوذ بالله گیر میدن پیغمبر فلان که چرا. یه مقدار بترسیم فردای قیامت. آیا انصاری همین آقایانی که امروز روز زنگ میزنن وقت برنامه رو میگیرن، فقط من دو کلام بهشون بگم. این شبکه جهانیه،
یعنی من بیننده‌ای که پایین تلویزیون نشستم درس یاد بگیرم. اون کسی که زنگ میزنه وقت برنامه رو میگیره باید اینو بدونه، این حق الناسه. یعنی فردای قیامت خداوند میگه من از حق خودم میگذرم ولی از حق الناس نمیگذرم. پس باید طرف متوجه باشه اگر یه بحث علمی میخواد بکنه که 2 نفر 2 چیز یاد بگیرن واقعا دستش درد نکنه. اما اونی که وقت برنامه رو بگیره و هی تو حاشیه میره، هرچند آیه میری آیه رو رد میکنه، اون دیگه باید بدونه فردای قیامت خدا شوخی با هیچ کس نداره. قاضی اللهه، یعنی کسیه که از اعمال ما خبر داره، شوخی هم با هیچ کس نداره. وقتی میگه فمن مثقال از ذره، یعنی یه سر سوزن رو اونجا مور حواس میکشن. فقط باید حواسمون جمع باشه، از این برنامه ها استفاده کنیم، بحث علمی یاد بگیریم، بحث شیعه و سنی نیست، همه بحث حق و الله. فقط بریم راه رسیدن به خدا چه راهیه، انشاءالله اون راه رو بریم. آقای انصاری سلامتون رو درد بردم، خیلی استفاده کردم. التماس دعا. الله متعال حفظتون کنه. خدا نگهدار شما. تشکر از شما.